میخوام یه ترفندی بهتون یاد بدم که 99% اوستاکارا نمیدونن. دوستان سلام. بعضی مواقع پیش میاد که اورنگی میلنگشتی از این قسمت روغن میده. شما به اوستاکار مراجعه کنید، میگن که باید سیلندرتون کامل باز بشه. از این قسمت روغن میده، میگن که باید سیلندر کلا باز بشه. ولی من یه ترفندی بهتون یاد میدم که هزینه‌تون کم بشه. اگه بخواید سیلندر باز کنید، واشر سیلندر باید سر و تهش عوض بشه، اورنگی باید عوض بشه، ولی با این ترفند هزینه‌تون خیلی کم میشه. اول درب فلکه رو باز میکنید، درب فلکه رو باز میکنید، اینو درش میارید، بعد درب سوپا رو باز میکنید. حالا پیچای این وره در سوپا رو باز میکنید. پیچای در سوپا رو باز کردید، در سوپا رو در میارید. خب این قسمت شیر بنزین رو میبندید. چرا میگم میبندید؟ چون از این قسمت فول نکنه. خب ببینید در فلکه رو باز کردید، دست به سوپا رو باز کردید، شیر بنزین هم میبندید که فول نکنه. خب ببینید شما موتور رو میخوابونید. برای چی میگم موتور رو میخوابونید؟ تو ویدیو قبلی پشت میلنگشتی یه واشر نازکی بود. شما میخواین این میلنگشتی رو در بیارین، خدای نکنه این در نیاد بیفته روی دنده تام که دنده تامو خراب نکنه. خب ببینید شما تایم وقتی میخواین فیلر بگیرید تایم باید بگیرید دیگه. تو این حالت نگاه کنید، یه تی انگلیسی که اینجا قبلا گفتم هست، یه خطی هست، با این خط مماس میشه، با این خط میلنگشتی یا یه علامتی که روی دستگاه برق هست. ببینید این قسمت رو نگاه کنید، الان داره بازی میکنه. تو حالت گیچی نباید به این پیچ دست بزنید، اینو باز کنید چون فشار میاد، احتمال خرابی هست. یه دور میچرخونید، باز تایمش میکنید. فیلرها باید حتما شل باشن. بعد پیچ میلنگشتی رو باز میکنید. خب پیچ رو باز کردید، اینو در میارید. شما یه دونه پره نیاز دارید، نوک پره رو یه ذره کزش میکنید. از این سوراخی پیچ که در آوردید رد میکنید، میره تو. نگاه کنید میلنگشتی داره تکون میخوره. ببینید این پره رو فشار دادید، آروم میاد بیرون. با نوک پیچگوشتی یا نوک چاقو نویه کشید بیرون، کامل نیارید بیرون. اورنگیشو اینجوری در بیارید. یه اورنگی نو جنس خوب بندازید. وقتی سر جاش آروم با پیچگوشتی بزنید بره سر جاش. بعدم پیچشو ببندید.
پیچشو بسته تموم. حواستون باشه اگه این میل انگشتی زیاد در بیاد بیرون، احتمال اینکه این واشر نازک از اون پشت در بیاد بیفته بره رو دنده تایم هست. تمام دوستان، امیدوارم که این آموزشم به دردتون بخوره. کانال رو سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.